جسدهایی که راهو نشون میدن کوه اورست یکی از مرگبارترین مکانهای جهانه. خیلی از کوهنوردها که در مسیر صعود جون خودشون رو از دست دادن، هیچ وقت پایین آورده نشدن. بدن اونها در همون حالت یخزده باقی مونده و امروزه از بعضی از اونها به عنوان علامت مسیر استفاده میشه. یعنی کوهنوردهای جدید از روی جسد آدمای قبلی راه رو پیدا میکنن. وقتی بعد از مرگ هنوز زنده‌ای. تحقیقات نشون داده که مغز انسان ممکنه تا چند دقیقه بعد از مرگ بالینی هنوز فعال بمونه. یعنی لحظه‌هایی که قلبت ایستاده، شاید هنوز صداها رو بشنوی، نورها رو ببینی یا حتی مرگ خودتو حس کنی. تصور کن بدون اینکه بتونی کاری بکنی، کاملاً آگاهانه مردن خودتو تجربه کنی. موجودات سایه‌ای در خواب بعضی افراد گزارش دادن که شبها موقع بیدار شدن از خواب، موجودات تاریکی به شکل سایه کنار تختشون ایستاده بودن. این موجودات حرف نمیزنن، فقط بهت خیره میشن و نمیذارن تکون بخوری یا فریاد بزنی. دانشمندا اسم این پدیده رو فلج خواب گذاشتن، اما اونایی که تجربهش کردن میگن اون سایه‌ها از یه دنیای دیگه میان. عکس‌هایی که راز دارن در خیلی از عکس‌های قدیمی خانوادگی، وقتی دوباره نگاه میکنی، ممکنه یه چهره عجیب پشت پنجره، تو آینه یا بین جمعیت ببینی. آدم‌هایی که هیچ کس نمیدونه کی هستن یا اصلاً اون موقع اونجا بودن یا نه. بعضی‌ها میگن اینا روحان، بعضی‌ها هم میگن خطای دوربینه، ولی واقعاً اگه اون صورت‌ها واقعی باشن چی؟ هتل‌هایی که خواب و ازت میگیرن تو دنیا هتل‌هایی هستن که داستان‌های ترسناکی پشتشونه. مسافرها میگن شبها صدای زنی که گریه میکنه از راهروها میاد یا در اتاقها خود به خود باز و بسته میشن. بعضی‌ها حتی گفتن نیمه شب کسی روی تختشون نشسته ولی هیچ کس اونجا نبوده. اون هتل‌ها هنوز فعالن و اتاقشون رزرو میشه.